مزدار شده؟ از مرغایی که از مارکت میخری خوش خب آریا خیتان بخ چطور است مزه؟ آقا بسر آقا بسرم خورد. خوب دوستا دیگه اینجا ما شیشتیم دیگه این غذایا که ما هستیم نان میخوریم الان دیگه چیزا مختون دازیم. سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند و سر حال باشه و خوش آمدید به یک ولاگ دیگه. چطور هستید دوستا؟ بازم دیر بعد آمدیم به خدمت شما. امید که جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز روز رخصتی، روز کارگر است. با همه کارگرها تبریک باشه. روزشان زحمت میکشن. دیگه امروز سعید دهخانه است. ما کل جای رخصتی بود، خواستیم که یک جای بریم میله بریم و هم نزدیک خانه دور نه، یک پارک که از نزدیک خانه ما میخواستیم که بریم نان چاش تمویج رو شجان کنیم و آریام دخ آورده بود خانه. گفتم بیا یک تبدیل هوا شود و چی کنیم، یک ویدیو هم به شما دوستا جور کنیم. دیگه ما میریم طرف پارک. میام سعید است طرف پارک میره ایستا و یا آریا گک است. سلام بگو شلوم. شلوم بده دوستا. بریم که سعید مورای شما دوستا سلام علیکی کنه. سلام علیکی داشته باش مورای دوستا و بچه. سلام دوستا، چطور هستی؟ بخیر هستی؟ امروز اومدیم چکر میله کنیم، کندو گردش کنیم، با هم دیگه بریم تفریحات کنیم. چی گپ هست؟ امروز دوستا ببینید که بیرو خوب بیروبار است پارک. هر کس جمعه شیشته ما اینجا نمیشینیم، کم پیشتر میریم چون این نزدیک خانه ماست. بیخیه میخوایم پیشتر بریم جایی که هوا است. یک جایی که ما دیدیم اونجا خوشم آمده. سعیده گفتم یک بریم میله کنیم. اینجا بسیار جای آرام است و خوب یک دریاچه کلام است. پس دیگه همراه ما باشین تا بریم اونجا بشینیم فرشا رو آور کنیم و میله کنیم. خود دوستا دالمون که هست مثلا اینجا دمی وقت دمی تایم که مثلا امروز تاریخ چند است؟ تاریخ اوله می دیگه یا کارگرها تظاهرات کردن و می خاطر روز کارگر میدونن. حالا هم تظاهرات شروع کردن. میبینیم دوستا بشوریم میبینیم. خب دیگه پارک کم دورتر است، بس نزدیک کشیدیم نزدیک پارک دیگه باز ویدیو میگیریم چرا که راه خسته کن نشه. ایرهای تکراری همراه ما زیاد ویدیو گرفتیم جور کردیم. دوستا ما کم نزدیک شد، کم دورتر از پارک دیگه. این دوستا طبیعت چقدر خوب شد. هوا همه جای سرسبز. همه جای سرسبز شد. این طرف هم دریاچه هست. کم نزدیک شدیم دوستا با پارک. میریم پارکک نیست دیگه، نزدیک دریاچه است. جریگه کاس میتون آریا ساتری کنم. اینجا میشینیم، اینجا میشینیم ایمان. اینجا خوبتر نیست؟ یک جایی که انتخاب میکنیم دوستا. اینجا کم هفته داره به او خاطر این گوشه هست میشینیم. این دراچه یا چه هست. اینجا یک جور فرش آور میکنیم میشینیم. یک نفر دیگه میشته پیکنیک داریم. سامانه بازی آریا. دوستا رسیدم به جایی که میخوایم بشینیم همجور یک غذا بخوریم و میله کنیم با گفته بچه ها. چی میکنی؟ آمادگی میگیری؟ آمادگی دارم دیگه. آقا پسر چی میکنه؟ آقا رو نگاه کنی. نگاه کنی به خدا این دقیقه چی باشه. سبز اینجا سبز. تو شکرکای ما. این قبیجم دریاچه. اینا چی هستن؟ زری کن و
چی وای خب خاطر نام نداریم اگر این پسر از خوب است پلاستیک چرم داره چیز نمیشه بازم گفتم بشینیم سر خانه کنیم سر خانه کلان نداشتیم دیگه و ما تو بس است دیگه خوب است دیگه یا گلدانه کن اینه کجا آوردی؟ کلی وسیله خونه رو آوردی با خودت؟ کوچه بار آوردیم نگاه اینا رو رقم ما ببریم باز میگم چه بارون گرنگ تو آوردیم شما ببریم گلت افتاد ها؟ گلت افتاد سبزه است یا بلندیز نمید ما دوستا ببینه که تو یک محیط بسیار تو سبز جانانه آمدیم یک ذره تفریحات کنیم نفس بکشیم از طبیعت استفاده کنیم از بار استفاده کنیم آریان دیگه باید بشینه من بشینم کلم از دیگه بیشتر سر کار هستم کم ذره وقت دارم گفتم بیایم همراه آقاریا و سمیرا یک میله بکنیم دیگه و گفته ایرانی ها پیکنیک آمدیم پیکنیک میگن دیگه دیگه چی با خودت آوردی؟ هر چی که دلت او آوام گرفتی آوردی یا خو جوس آریا کوکی این غذای ماست دیگه سلات و چیزای ماست این هم دستمالک آریاست لودانش شدن نشه دستمال ترش هم همراه خود آوردی؟ آه دیگه هم دیگه آمدیم برای شما یک ولاگ هم جور کنیم البته زیاد وقت ندارم من خودم سرکار هستم سمیره هم زیاد حوصله‌اش نمیگیره ویدیو جور کنه به ما ماندیم دیگه یوتیوب جور کردن واقعا سخت است چون دیگه بیکار نیستی که بشینی 24 تا ویدیو جور کنی بعد کار کنی کار نکنی نمیشه که خانهات بدی گذرمونی بعد کار کنی خاطر بخواه ویدیو نمیشه جور کرد ویدیو هم زیاد ویو نمیخورن که یک خود یک ویدیو وایرال شده واسه یک بچه یک چیز دیدم این چی هست نگاه کن سمور نگاه ببینه نگاه سموره چی ده؟ سمور سمور چیه؟ اونا چی هست؟ بیا خب موش خرما؟ موش خرما چیست؟ سمور آبیست موش خرما چیه؟ موش خرما موش خرما نیست خب دوستا دیگه اینجا سعید امرای آریا میله میکنه بخیر آریا نارامی داره میگه نان بده که بخورم گشنه شده دیگه ما یک مرغک پخته کردیم در خانه دیگه میره نوش جان میگیریم دوستا دیگه یام طبیعت است خدا کنه که لذت ببریم خب دوستا ما نان میخوریم پس دوباره برمیگردیم خب ببینه تست کنه که چطور است مزهش آریا سکساتی ترکاری شده که خب خواهی نال مرغ شب بخصه چطور آمده سینما دستمال خودت از گره عالی شده مزدار شده؟ از مرغایی که از مارکت میخوایی خوش خب آریا خیتان بخصه چطور است یا مزهش؟ قبل بدست آقا بسر آقا بسرم خورد خب دوستا دیگه اینجا ما شیستیم دیگه این غذایی که ما هستیم اینجا نان میخوریم و الان پیپسی چیزا هم وقت مندازیم شما ما را بیننده باشین همراه آریا ساتوری دارم دوستا دیگه بیرا این طرف هم بیری بارش نفر زیاد هم گفتم کس نمیه نفر زیاد چی دیخی دار دیگه فسته کنم رو آریا هم ساتوری دارم اینجا ریگا هست خم آریا رو طرف نمیبریم که مریضش چتل نشه یه همراه خودش رو بازی میکنن چتل میشه ریگا هست که ریگا چتل هست شما تو ریگا چتل ریگا که بچه که بازی میکنن خاک بازی ندارم ساعت تیز شده داره تبدیل آواز یا طبیعت از ویروس هر روز در خانه دوستا آدم نان بخوره خستگان میشه بیشی بخوره آدم ویدیو کرده دل آدم دیگه شه من میرم جرابای آریا رو میکشن دوا واکا داریش میگم سگو داری؟ سیز؟
یک چند دقیقه داخلش میکنیم داو خیلی یخ است خیلی یخ است آریان میخوایم دیگه داری که غرق آنوی من پای خودم درد گرفت نه دیدن چی که پای خودم درد گرفته خب دوستا تمام میله هست دیگه میله میله یا میله خب ما دیگه میوه خدا بکشه قاشق مرا بده ای زره فروت سالاد جور کنیم شام بده فروت سالاد دیگه سالاد جور کردیم هر نوع میوه داخل قاشقا که خورتر یا چی قاشق زنده بیل است خب بیل خدا یابی خب سر چیکار میکنم ما فعلا هستیم اینجا میوه اونم بخوریم باز ادامه داستان میریم خب دوستا خدا کنه خوشتان آمده باشه این ویدیوی میله ما و از لذت برده باشین دیگه ما کم کم آهسته از طرف خانه میریم سعید خسته شدم و باید سرکاوی درات که شیشته نمیتونه بزنیم خب خدا کنه از ویدیو لذت برده باشه خوشتان آمده باشه لایک کامنت سابسکرایب فراموشتان نشه تا ویدیو بعدی ما خدا نگهدار